این گروه رقصی کودکان برای بالیده ساختن خاطر همسالان خود که از سرطان رنج میکشند برنامه مخصوص آماده کردند. بجز از این انسمبل، تئاتر نورسان، شیرینکار و هنرمندی شناخته را هم دعوت کردند تا این کودکان لحظه درد خود را فراموش کنند. به نظر می رسید که پسندشان آمده است. بنیاد خیریوی لانه امسال در روز کودکان توجهش را به نورسان گرفتار بیماری سرطان روانه کرده است. مسئولانش میگویند مراجعت والدان نورسان گرفتار سرطان سال تا سال بیشتر می شود. متاسفانه در سالهای اخیر تعداد کسانی گرفتار سرطان زیاد شده ایستادند. سال تا سال هر سال تخمینا از 200 تا 300 نفر کودک رو با ما مراجعت میکنند. هر یک کودکی که 200 300 نفر در یک سال مثال تشکیل میدن، اونو هر یک تاش از 2 تا 5 6 مراتب طبوبات خیمیوتراپیوتی میگیرن که این مثال اگر 300 کودک طبوبات گیرد، اگر 5 مراتب با ما مراجعت کنن 1500 مثال با اونها ما یاری میرسونیم 1500 مراتب. کودکان و نورسان گرفتار سرطان در این بنا معالجه می شوند. بیش از 1000 کودک بیمار را ثبت کردند. فرزند فیروزه یکی از آنهاست. سال گذشته فهمید که پسر 11 سالش گرفتار سرطان است. میگوید شنیدن این خبر برایش سخت بود. وقتی که یکم بار فهمیدم اکنون این چیزا من تصویر کردن نمیتونم راستی گفت. وای نمیدونم چیه. امید دارم فرزندم خدا خاصیت می شود. مسئولان شعبه سرطان شناسی کودکان از آن اظهار نگرانی می کنند که نه همه والدان در مرحله های اولی گرفتاری فرزندان خود را برای طبابت می آورند. این تأخیر به قول ماهره عمر و طبابت را مشکل و امکان معالجه کودک را کمتر می کند. در نهایت الکی وقتی که آنها مراجعت کرده بودند با درجه یکم دوم، وقتی که برگشته به ما مراجعت می‌نمایند، الکی استادیای آنها به سوم چهارم میرسد که البته یاری رساندن به آنها نیز دشوار میگردد، ولی در آخر آنها با برگشته میآیند برای طبابت کردن و ما به این کودکان یاری خود را میرسانیم. متخصصان میگویند در برابر دارو و طبابت کیمیایی برای کودکان گرفتار سرطان بالیدگی روحی آنها نیز مهم است. برای همین در محفل آنها آوازخوان نازیه کرامت الله را دعوت کردند. کودکان با او عکس گرفتند و شادی کردند. میگوید چند سال باز با فاند خیریوی لانه همکاری دارد. بسیار غمگین میشوم، اما کوشش میکنم که این غم و درد خود را در نزد این کودکان نشان ندهیم، چون که ما زیغ شویم طفلکان راه افتاده میشوند. به همین خاطر من کوشش میکنم که یگان سرود بخوانم، یگان خرسندی کنم، یگان گپای شوخی با آنها صحبت کنم که یک لحظه باشد همین درد رو برطرف سازند. مولا رجب یوسفی، امرالدین عالموف، آزادی دوشنبه.